امیر ارسلان شاهزاده‌ای زیبا و دلیر که از کودکی استعدادها و ویژگی‌های خارق‌العاده از خود نشان می‌دهد. عشق در نگاه اول. در یکی از ماجراها امیر ارسلان دلباخته فرخ-لقا دختر پادشاه روم می شود. این عشق آغازگر سفر پرفراز و نشیب او به دنبال وصال است. ورود به قلمرو دشمن. امیر ارسلان برای رسیدن به عشقش وارد قلمرو دشمنان سرسختی همچون دیوها، جادوگران و پادشاهان ظالم می شود و با چالش‌های خطرناک روبرو می گردد. جنگ‌ها و مبارزات حماسی. او در نبردهای شگفت‌انگیز شرکت می کند، با دشمنان قدرتمند می جنگد، با مهارت، شجاعت و هوش خود را به نمایش می گذارد. پیروزی بر جادو و تاریکی. شاهزاده با نبوغ، با اراده، طلسم‌ها و نقشه‌های جادوگران را خنثی می‌کند و بر تاریکی غلبه می‌یابد. رسیدن به عشق با عدالت. او سرانجام فرخ-لقا را از دست دشمنان نجات می‌دهد و عدالت را در سرزمین‌های مختلف برقرار می‌سازد. پایان داستان. با شکوه و افتخار، داستان با ازدواج امیر ارسلان و فرخ-لقا و بازگشتشان به سرزمین خود به پایان می‌رسد، جایی که شادی و صلح حکم فرما می‌شود.